اتفاقی میفته اگه دیگه هیچ پولی توی دنیا وجود نداره؟ از هوش مصنوعی خواسته شده که کشورها رو در قالب مرزهای جذابش نشون بده. برو ببینیم چیکار کرده. اسپانیا، هند، نیجریه، کره جنوبی، سوئد، غنا، ایران، اوکراین، استرالیا، برزیل، پاکستان، آلمان، ترکیه و نروژ. کدوم کشور جذاب‌تر بود؟ حتما توی کامنت ها بنویس. رایج ترین اسم ها در دنیا. در رتبه 12 کارلوس، رابرت، جان در رتبه 10، عبدل در رتبه 7 دیوید قرار داره. رتبه 6 جان که 15 میلیون نفر از این اسم استفاده میکنن. 5 علی. احمد در رتبه 4 قرار داره. 3 وی در رتبه 2 جوزه قرار داره. و بالاخره رایج ترین اسم دنیا محمد که 150 میلیون نفر از این اسم استفاده میکنن. توی یه نخ سیگار چه موادهایی وجود داره؟ نیکوتین، ماده ضد حشره، اسید استریل، وکس شمع، آرسین، یک سم خیلی خطرناکی هم توی سیگارها وجود داره. NH3، مایع پاک کننده توالت، متانول و سوخت موشک. اعداد فرشتگان و معنی های عجیبه. 555 تغییر، یه چیز جدید توی راهه. 666 انعکاس، زمان ارتقا، حقیقت معنوی. 777 شانس، اتفاق شگفت‌انگیزی توی راهه. 888 تعادل، همه چی جای درستی قرار داره. و 999 رهایی، افراد غیر مفید رو رها کن.